سلام بر شما دوستان خوبم. سلام به روی ماهتان. امیدوارم امشب آرامش مهمان خانه هایتان باشد و لحظه‌ای از دغدغه‌های روزانه جدا شوید. امشب هم با شما هستیم، با سفر به دل تاریخ ایران، با قصه‌ای دیگر در کانال خواب‌های طلایی. لطفاً کانال ما را دنبال کنید و با کامنت‌های زیبایتان از ما حمایت نمایید. زنگوله را فعال کنید تا داستان‌های بعدی را از دست ندهید و اگر دوست داشتید این داستان را لایک کنید. امشب می‌خواهم شما را به دوره‌ای ببرم که کمتر قصه‌ای از آن شنیده‌اید. به زمان اشکانیان، همان خاندان دلیر ایرانی که پس از اسکندر مقدونی دوباره استقلال ایران را بازگرداندند. قصه امشب درباره شاهزاده‌ای از این خاندان است. شاهزاده‌ای به نام تیرداد و درباره آزمونی عجیب و زیبا، آزمونی که به نام تیراندازی به خورشید شناخته شد. چشمهایتان را ببندید، نفس عمیق بکشید، تصور کنید در دشت‌های پهناور خراسان باستان ایستاده اید، جایی که آسمان بی انتهاست. خورشید آهسته غروب می کند و صدای سم اسب‌ها بر خاک می پیچد. اینجا سرزمین اشکانیان است. پس از فروپاشی سلسله هخامنشیان و یورش اسکندر، ایران سالها زیر سلطه بیگانگان بود. اما از دل کوههای شمال شرق ایران مردانی برخاستند که پرچم استقلال را دوباره برافراشتند. این مردان از خاندان اشکانی بودند. ساده‌زیست، جنگاور و استاد تیراندازی از روی اسب. در تاریخ آمده که هیچ قومی به اندازه اشکانیان در تیراندازی مهارت نداشت. آنها حتی هنگام تاخت اسب پشت سرشان میچرخیدند و تیر از کمان رها میکردند. این مهارت به نام تیر پارتی یا همان پارتیان شات معروف شد.
در میان این خاندان جوانی بود به نام تیرداد. او شاهزاده‌ای دلیر با قامتی بلند و چشمانی تیزبین بود. همه می گفتند که تیرداد بهترین تیرانداز نسل خود است. اما روزی پیش آمد که باید مهارتش را نه تنها به مردم بلکه به خدایان هم نشان می‌داد. کاهنان معبد خورشید در پایتخت اشکانیان آزمونی بزرگ برپا کردند. آزمونی که سرنوشت پادشاهی تیرداد به آن وابسته بود. آنها گفتند اگر می‌خواهی پادشاه شوی باید تیرت را به خورشید برسانی، نه برای آنکه خورشید را بیازاری، که برای آنکه نشان دهی نگاهت تا بلندای آسمان می رود. روز آزمون فرا رسید. میدان بزرگی در برابر معبد آماده شد. مردم از همه جا گرد آمدند. صدای زنگ شتران در دوردست، خروش سپاهیان و زمزمه زنان و کودکان در هوا پیچیده بود. تیرداد در میان میدان ایستاد. در دستش کمانی از چوب درخت سرخدار بود. کمانی که گفته میشد هدیه‌ای از پدرش است. کنارش ترکش پر از تیرهای برنزی می درخشید. کاهن اعظم گفت ای تیرداد، اگر می‌خواهی شاه شوی باید تیری به سوی خورشید رها کنی. خورشید را نمی‌توانی بزنی، اما باید تیری چنان دور و چنان بلند پرتاب کنی که گویی به آسمان می‌رسد. این نشانه بینش و قدرت توست. سکوتی سنگین میدان را فرا گرفت. همه نگاه‌ها به تیرداد بود. او کمان را در دست گرفت. به آرامی نفس کشید. پاهایش را محکم بر زمین کوبید. چشم به خورشید دوخت. خورشیدی که در آسمان می درخشید و به آرامی به سوی افق می رفت. تیر نخست را کشید. زه کمان لرزید و تیر در آسمان رها شد. تیر همچون پرنده‌ای از میان آسمان گذشت و آنقدر اوج گرفت که در نگاه مردم ناپدید شد. فریاد شادی
از میان جمعیت برخاست. اما آزمون هنوز تمام نشده بود. کاهن گفت: تیر داد. یک تیر برای قدرتت بود، یکی دیگر برای داناییت و سومی برای بخششت. اگر 3 تیر بر آسمان بنشانی، آنگاه شایسته تاج خواهی بود. تیرداد دوباره کمان را کشید. این بار سکوت بیشتری برقرار شد. تیر دوم به آرامی از زه جدا شد، به سوی خورشید پرتاب شد و باز هم در اوج آسمان ناپدید شد. مردم با حیرت نگاه کردند. انگار خورشید خودش تیر را در دل خویش بلعید. نوبت تیر سوم رسید. این تیر بخشش بود. کاهن گفت: اگر می‌خواهی شاه باشی، باید نشان دهی که دست تو نه تنها برای کشتن، که برای بخشیدن نیز آماده است. پس این تیر را برای بخشش رها کن. تیرداد چشمانش را بست. به یاد آورد روزهایی که سپاهیان دشمن را شکست داده بود، اما به کودکان و زنان آنها آسیب نزده بود. به یاد آورد که چگونه بر ویرانه‌ها نگریسته بود و دستور داده بود خانه‌ها را از نو بسازند. با همین اندیشه تیر سوم را رها کرد. تیر چنان بالا رفت که گویی با خورشید یکی شد. در آن لحظه همه زانو زدند و فریاد زدند: شاه ما تیرداد است. از آن روز تیرداد بر تخت نشست، اما او هیچگاه آن 3 تیر را فراموش نکرد. نخستین تیر قدرت بود. دومین تیر دانایی و سومین تیر بخشش. او به مردم آموخت که شاهی تنها با شمشیر پایدار نمی‌ماند. باید دانش و مهربانی نیز همراه قدرت باشد. به فرمان او کتابخانه‌هایی ساخته شد، معابد بازسازی شدند و کاروان‌ها در امنیت راه می‌پیمودند. دوستان خوبم، قصه تیرداد و آزمون خورشید تنها یک روایت تاریخی نیست. این قصه پیامی برای همه ما دارد.
در زندگی هم هر کدام از ما آزمون‌هایی داریم. شاید آزمون قدرت باشد، شاید دانایی و شاید بخشش. گاهی باید یاد بگیریم که تیرهای ما نه تنها به سوی هدفهای زمینی که به سوی آسمان باشند. باید آنقدر بلند پرواز باشیم که آرزوهایمان چون تیر داد به دل خورشید برسند. و این بود قصه امشب، قصه ای از دل تاریخ اشکانیان، قصه شاهزاده‌ای که با 3 تیر قدرت، دانایی و بخشش را به جهان نشان داد. اکنون وقت آن است که آرام چشمهایتان را ببندید و در خواب خود را در دشتی بی انتها ببینید. آسمان پرستاره، خورشیدی که آرام آرام غروب می کند و شما با کمانی در دست آماده اید تا تیر آرزوهایتان را به سوی آینده رها کنید. برای همه شما شبی آرام و خوابی شیرین آرزو می کنم. امیدوارم این قصه آرامش شب را برای شما به همراه داشته باشد. اگر این قصه را دوست داشتید با کامنت های زیبایتان ما را حمایت کنید. با دنبال کردن ما خواب‌های شیرین را در شب تجربه کنید. با ما همراه باشید در کانال خواب‌های